درود هموطنان عزیزم. تنها راه نجات ما از این وضعیت پناه بردن به انسانیت، هر مظلومی پناه بردن به انسانیت و کرامت انسانی و هر ظالمی برای دست کشیدن از ظلم پناه بردن به انسانیت و کرامت انسانی. گوش میکردم که خانم هنگامه از آقای نویسنده، حالا اسمشون نیاریم شاید دلخور بشه، حالا بیاریم هم زیاد مهم نیست، چیز بعدی نمیخوایم بگیم، سوال میکنه، میگه که آقای استاد مشیری شما در قبلا میگفتی که فقط باید با اسلحه رفت تو خیابون و الان نظرت عوض شده. و آقای مشیری هم توجیه کننده جواب توجیه کننده داد. نگفت که آقا انسان اشتباه میکنه، انسانی که در حال کار کردنه، انسانی که در حال ساختنه، انسانی که در حال تلاشه حتما اشتباه میکنه. اون انسان عاقل سریع به اشتباه خودش پی میبره و دوباره شروع میکنه به ادامه راهش. آقای مشیری به این نتیجه رسیده که من مردم کف جامعه وقتی میدونم در سایه انسانیت مشکلم حل میشه، چرا برم به سمت خشونت؟ چرا حتی یک کشیده بخوره تا برسه به یک قطره ریختن خون از دماغش؟ بله، یک زمان دکتر مظاهری هم در چند سال پیش میگفت خانم‌های میخوان خوشگل بشید کیسه نکشید صورتتون، فقط با لیف بشورید. باز بعد چند وقت اومد گفت نه، کیسه بردارید قشنگ محکم بکشید به صورتتون، ایرادی نداره. خب اینا در حال رشدن که میان اشتباهات گذشته‌شونو اصلاح میکنن، ولی بازم آقای مشیری نتونست پاسخ درستی بده. میگه آقا در زمان فلان بوده، اون منظور من اون روز بوده. توجیه نکنید آقای مشیری، شما خیلی بهتر از همه اونای دیگر میدونید که محمد مال حکومت نیست، محمد خود مردمه و شما میدونید چرا محمد حکومت آزاد گذاشت، چون از این راه به نتیجه میرسیم. آقای مشیری بهتر اونه که باز هم واقعیت بگیم. حقه‌بازی جواب نمیده، سفسطه جواب نمیده. چون من استاد مشیری هستم دیگه دلیل نیست اشتباه نکنم، هممون اشتباه میکنیم. قدم هشتم میگه اونایی که برای انسانیت کار میکنن سریع به اشتباهشون اعتراف و دوباره ادامه میدن. پس یک روزی آقای مشیری گفته با اسلحه باید در جواب آخونده و استاد اینا رو نابود کرد. بعد امروز میگه نه، باید در اسلحه رقم آخر باشه. اصلا وقتی اتحاد در سایه گفتگو شکل بگیره به هیچ عنوان نیازی به اسلحه نیست. زنده باد انسانیت.